توی این ویدیو میخوام طبق تجربه خودم راجع به درآمد طراحی لوگو صحبت کنم و اینکه چطور کارفرمای ثابت داشته باشیم و درآمدمون رو بیشتر کنیم. لطفا تا ادامه ویدیو حتما با من باشین. خب بچه‌ها سلام، خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید من توی یوتیوب. امروز همونطور که گفتم توی اینترو قراره که با هم دیگه راجع به طراحی لوگو، درآمدش و افزایش درآمد یا ساختن یه درآمد بهتر توی این حوزه صحبت کنیم. در ابتدا بچه طبق تجربه خودم اگر که شما میخواین طراح لوگو باشین، شما میتونین بدون هزینه کردن، بدون هزینه زیاد کردن یه طراح لوگو خیلی حرفه‌ای باشین. یکم زمان میبره اما خب قطعا میتونین یه طراح لوگوی خیلی خوب باشین. از کجا؟ از همین پلتفرمی که دارین توش ویدیو منو میبینین. یوتیوب واقعا ویدیوهای خیلی خفنی داره. توی هر حیطه‌ای، هر شاخه‌ای بخواین شما آموزش ببینین، یوتیوب یه چنلی براش داره و میتونین اونجا آموزش ببینین. این از این. اگرم که میخواین هزینه کنین، مدرسای خیلی خفنی هستن در حالا اینستاگرام، توییتر، لینکدین. شما معمولا توی اینستاگرام و حالا لینکدین بهتر میتونین مدرسا رو پیدا کنین، حتی تلگرام. و این از پرسه این که چجوری میخواین حالا طراح لوگو باشین. شما میتونین یا هزینه پرداخت کنین بابتش و یه طراح لوگو حرفه‌ای باشین، یا میتونین خودتون زمان بذارین توی یوتیوب فارسی و یوتیوب انگلیسی، حالا زبان‌های دیگه اگر میتونین، یا اون قسمت ترجمهش رو فعال کنین، ویدیوهای مختلف رو ببینین و چیز کنین، طراح لوگو یعنی آموزشش رو ببین. خب الان بخوام من فرض رو بر این میذارم که شما یک طراح لوگو هستین که خب تازه وارد این هیت از فعالیت به صورت فریلنسری شدین و میخواین که یه سری تجربیات رو بدن. حالا من طبق تجربیات خودم اینا رو بهتون میگم و در انتها میریم سراغ درآمد. اول از همه بچه ها، اگر شما میخواین به صورت فریلنسری کار کنین یا حالا هر چیزی، این سایت هایی هست که برای فریلنسری ساخته شدن. اینا واقعا من پیشنهاد نمی کنم بهتون. طبق تجربه خودم میگم افراد زیادی بودن که حالا تونستن از این سایت ها پروژه بگیرن، اما بچه اون هزینه یا اون تعرفه‌ای که کارفرما اونجا پیشنهاد داده برای شما واقعا تعرفه خیلی کمیه. مثلا شما گفته که کارفرما گفته که من یه لوگو میخوام که مثلا لوگوی 2 زبانه باشه، نمیدونم لوگو ریسپانسیو باشه، علاوه بر این که 2 زبانه باشه لوگو ریسپانسیو هم باشه. یعنی شما چند فرمت از لوگو رو باید تحویل بدین. لوگو در فایل فرمت کوچیک، در فرمت بزرگتر، آیکون لوگو رو میخواد، PNG فرمت PNG میخواد، لایه باز میخواد، انواع اقسام این فرمت ها رو میخواد. بعد حالا تعرفه مد نظرش چقدره؟ از 300,000 تومان تا 1,000,000 تومان. اصلا چنین پروژه هایی قبول نکنین، یعنی توی این سایت ها نرین، چون معمولا چنین تعرفه های قرار دادن. و خب اون حالا کارفرمایی هم که پروژه های چیز قرار دادن، یعنی تعرفه های خوب قرار دادن برای پروژه هاشون، اونا قطعا به فردی که پورتفولیو نداره خیلی اعتماد ندارن. یعنی یه جوریه که دنبال یه طراحی هستن، یه فریلنسری هستن که رزومه خیلی قوی داشته باشه. و توی اون سایت شما بخواین رزومه بسازین، باید از این پروژه زیاد بگیرین. یعنی شما باید کلی پروژه بگیرین که کارفرما به شما 5 ستاره بده که از اون 5 ستاره یه رزومه بشه برای خودتون، یه پورتفولیو برای خودتون ساخته باشین، حالا جدا از اون نمونه کارهای مختلف، و که افراد بتونن، حالا اون کارفرما بتونه به شما اعتماد کنه که اوکی این طراح الان 5 ستاره است یا حالا مثلا 4.5 ستاره است، من میتونم بهش اعتماد کنم. پس اگر مثلا بیام 7 میلیون بدم برای این پروژه، اوکیه، مشکلی ندارم، تو این سایت میتونم بهش اعتماد کنم. از طرف دیگه شما اگر که بخوان یه پروژه 300,000 تومان تا 1,000,000 تومان با چنین شرایطی رو انجام بدین، فکر نکنین که اوکی فقط همون یه لوگوی ساده میخواین طراحی کنین و فقط کار به خاطر پول فرمت رو دارین میگیرین. بچه شما این تعرفه‌ای که به کارفرما میدین، پولی که میخواین بگیرین، نمیدونم حالا کارفرما هم دارن ویدیو منو میبینن یا نه، ولی
این هزینه برای اون طراحی نیست، یه بخشش برای اون وقتیه که برای طراحی میذارین. این هزینه یه بخش خیلی زیادیش 90% برای اون تحقیق و ریسرچ های شماست، برای اون علمیه که شما دارین راجع به برندینگ، راجع به انتخاب رنگ، راجع به خیلی چیزای دیگه، انتخاب فونت مناسب، راجع به حالا اون چی میگن پرزنت اون کار، خیلی 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 چیزای دیگه هست جدا از اون که حالا شما فقط بخواین طراحی کنین. پس فکر نکنین که مثلا کارفرما فقط یه چیز ساده از شما میخواد. مثلا من خودم تجربه داشتم، یه پروژه خیلی سنگین رو حالا یه آف گذاشته بودم چون اوایل کارم بود، مثلا با 1,000,000 تومان برای کارفرما انجام دادم و بچه باورتون نمیشه 28 تا اتود من زدم، 28 تا اتود برای 1,000,000. و این خب خیلی واقعا اوایل کارم بود و چون تجربه نداشتم اومدم یک چیز انتخاب کردم و اعتماد به نفسش نداشتم. یعنی اینجوری بودم که خب اوکی شاید کارفرما اینجوری راضی نباشه از کار من، ولی خب مثلا کارفرما کارهای قبلیمو دیده بود و گفته بود که اوکی شما کارت خوبه، من میخوام طرحمو شما انجام بدی، لوگوی منو شما انجام بدی. من اون اعتماد به نفس رو نداشتم و میترسم که اوکی کارفرما اصلا هیچ کدومو دوست نداشته باشه و اینجوری بودم که خب مطمئنی الان اینو دوست داری، مطمئنی الان اینو میخوای، و انقدر هی میپرسم کارفرما دو دل میشد، میگفت نکنه این یه چیزیش بده، میگفت حالا یه دونه دیگه شما بزن و من یه دونه دیگه طراحی میکردم. یعنی کارفرما به من تایید رو میداد و من میگفتم خب الان مطمئنی دیگه، و بعد کارفرما اینجور بود که خب این خود طراح داره میگه مطمئنی دیگه، انگار خودش شک داره و میگفت حالا یه چیز دیگه هم طراحی کن و من باز طراحی کردم و اینجوری بود که 28 تا من اتود و حالا ویرایش با هم، نه فقط اتود تنها، اتود و ویرایش با هم دیگه من انجام دادم و این واقعا یه چیز خیلی بده توی رزومه یه طراح. شما اگر حتی تازه کار هم باشین بالاخره یه آموزشی دیدین، خب یه آموزشی دیدین و میتونی یه طرح خیلی قشنگی رو اجرا کنی. کسی که آموزش میبینه قطعا علم طراحی قشنگ رو داره، بقیه‌اش برمیگرده به تحقیق و ریسرچ شما. و اینکه شما بخواین اینقدر برای یه پروژه‌ای که ارزون وقت بذارین واقعا ارزشش رو نداره، واقعا ارزشش نداره. حالا مثلا شما میتونید یه پروژه رو 1,000,000 انجام بدین، مثلا محدودتر مثلا آپشن بذارین برای کارفرما، خب محدودتر برای کارفرما آپشن بذارین و خب اینجوری نه شما وقتتون زیادی هدر رفته، نه بیشتر از چیزی که حالا کارفرما خواسته شما بهش ارائه دادین. متوجه منظورم هستین؟ دقیقا منظورم همینه که متناسب با چیزی که ازتون میخوان کار کنین. مورد بعدی کاریه که شما حالا پیشنهاد میکنم حتما انجامش بدین برای اینکه کارفرمایی ثابت داشته باشین و حالا بتونین درآمدتون رو بیشتر کنین. اول از همه یه چیزی بگم که بچه‌ها یه کارفرما قاعدتاً در طول 1 سال یا مثلا 5 ماه 10 تا لوگو که نمیخواد، که مثلا در طول 1 سال یک کارفرما نمیخواد لوگوشو عوض کنه، که نه کارفرما یه لوگو میخواد که ماندگار باشه و شاید تا آخر این لوگو رو بخواد نگه داره و شاید اصلا بعد از چند سال بخواد این لوگو رو عوض کنه، حالا به دلایلی کاری ندارم به دلایلش. ولی منظورم اینه که خب شما به عنوان یک طراح لوگو چه کار کنی که کارفرما ثابت باشه، چه کار کنی که این کارفرما اگر یه جورایی درآمد ثابت برات بیاره. خب حالا یه جورایی ثابت هم نمیشه گفت، ولی خب میگن مشتری ثابت هم بشه، دقیقاً چنین چیزی منظورم. خب شما که طراحی لوگو با ایلاستریتور بلدی، امیدوارم که با ایلاستریتور لوگو رو طراحی کنین و طراحی با فتوشاپ انجام ندین، چون طراحی با ایلاستریتور خیلی حرفه‌ای داره، راجبش ویدیو میذارم براتون حالا اگر دوست داشتین. ولی خب کلا شما که حالا اگر با فتوشاپ هم بلد باشین که چه بهتر، یعنی این موضوعی که میخوام بگم برای این موضوع خب بهتره. ولی خب من دیفالت این میذارم که شما طراحی لوگو رو با ایلاستریتور دارین انجام میدین. شما یک طراح هستین، یه سری از اصول طراحی ها رو بلدین و ایلاستریتور رو بلدین. اوکی بچه، کار طراحی کارت ویزیت اصلا سخت نیست. شما توی همین یوتیوب بزن آموزش طراحی کارت ویزیت، کلی ویدیو براتون میاره که از 0 تا 100 چقدر چیزای خفن که حتی باید بابتش هزینه کنین که یاد بگیرین. توی یوتیوب کلی ویدیو آموزشی هست که خیلی از مدرسای خفن براتون گذاشتن. یا میتونین طراحی بنر، طراحی
نمیدونم مثلا پوستر، طراحی این کاور پست استوری، این صحبت طراحی این کاور هایلایت و این صحبت ها. مثلا میتونین شما برین این چیزها رو هم یاد بگیرین. طراحی منو برای رستوران ها. ببین وقتی که یک کارفرما میاد به شما پیام میده که خب مثلا به من پیام میدن که خب مثلا من نیاز به این لوگو دارم برای برندم، خب من این لوگو رو براش طراحی میکنم. توی بیو پیجم زدم که من طراح لوگو هستم، طراح کارت ویزیت هستم، طراح بنر و کاور پست استوری هستم، طراح پوستر هستم، منو و حالا خیلی چیزای دیگه طراحیشو انجام میدم. این کارفرما وقتی که من این کارو براش انجام میدم، حالا قاعدتا میخواد بهم پیام بده، رفته حالا توی صفحه اصلی اینا رو توی بیو من دیده. خب حالا گیریم که به هزار دلیل ندیده باشه، من میام آخر انتهای کار وقتی که پروژه استارت خورده و میخوام اون بریف رو براش ارسال کنم، یه سری توضیحات ازش بگیرم یا بهش توضیح بدم، در انتها بهش میگم خب اگر شما نیاز به کارت ویزیت، نیاز به حالا هر کدوم از این آپشن ها داشتین، من اینا رو هم انجام میدم. میتونین باز به خودم پیام بدین و اگر مطمئن باشین کارفرما اگر که از پروژه طراحی لوگوی شما راضی باشه، قطعا باز برمیگرده برای اینا و بهتون پیام میده برای کارت ویزیت، برای حالا این صحبته که این چیزایی که براتون مثال زدم. و اینجوری شما میتونید یه درآمد مستمر برای خودتون بسازین، یه درآمد حالا بیشتر میشه درآمدتون قاعدتا، و میتونین که حالا کارفرما رو جذب کنین و یه کارفرمای ثابت داشته باشین اینجوری. و یه مورد دیگه هم هست، این که سعی کنین کارهای با کیفیت ارائه بدین، چون که کارفرما وقتی که شما براش لوگو طراحی میکنین، قطعا اطراف خودش دوست آشنایی داره که براش حالا کسب و کاری دارن، برندی دارن و میخوان حالا یا برندی بسازن، نیاز به لوگو دارن و میتونه شما رو معرفی کنه به اونا. و این پروسه خیلی پروسه قشنگی میشه و شما میتونین که شناخته بشین کم کم بین حالا صاحبان کسب و کار. یه چیز دیگه هم که هست که حالا خیلی من بهتون پیشنهادش میکنم و صد البته هزینه، یعنی تعرفه‌ای که براش قرار میدین باید بیشتر از تعرفه طراحی لوگو باشه، طراحی هویت بصری. هویت بصری اکثرا طراحی لوگو در جریان هستن و میدونن که چیه، ولی خب بخوام یه توضیح خلاصه بهتون بگم، ببین بچه، طراحی هویت بصری به این صورته که طراحی لوگو، طراحی فونت اختصاصی، طراحی پترن که فکر میکنم بدونین چیه. طراحی پترن حالا عکسشو براتون میذارم، حالا اگر خواستین حالا میذارم من اینجا عکسشو. طراحی پترن گفتم، طراحی ست اداری اگر نیاز داشته باشن، ولی خب معمولا برای شرکت ها و اینا طراحی میشه، ولی خب مثلا حالا برندی مثل فروشگاه و اینا هم نیاز به ست اداری دارن دیگه، شما بالاخره باید طراحی کنید برای هویت بصری. و طراحی بعضی جا طراحی بسته‌بندی، حالا اینا توی هویت بصری میتونین قرارش ندین، ولی خب بالاخره یه سری از پروژه ها نیاز دارن و بسته به این که چه چیزهایی نیاز دارن، هزینه حالا تعرفه اون کار بیشتر میشه. خب حالا بریم سراغ بحث اصلی خودمون. درآمد یک فرد به عنوان طراحی لوگو چقدره؟ یعنی اگر ما وارد اون حیطه کسب و کار بشیم، وارد حوزه طراحی لوگو بشیم، چقدر میتونیم از این حوزه کسب درآمد کنیم؟ این بچه‌ها، طراحی لوگو همونطور که بهتون گفتم بستگی داره که شما چقدر تجربه دارین، چقدر سابقه کار دارین، چقدر مهارت دارین توی این کار، یعنی کیفیت کاراتون چجوریه. چقدر مثلا یه ما طراح لوگو داریم که واقعا کاراش هوش مصنوعی بهتر این کارو انجام میده و الان خودتون میدونید دیگه یه سری از هوش مصنوعی هستن واقعا دارن خوب عمل میکنن توی هر بخشی از کارهای طراحی، حالا توی حتی سایت دیگه دارن طراحی میکنن این هوش مصنوعی ها. خب بچه، حالا بریم سراغ بحث اصلی خودمون، این که درآمد یک فرد به عنوان طراح لوگو چقدره. یعنی اگر ما وارد این حوزه بشیم چقدر میتونیم ازش کسب درآمد کنیم؟ خب یه چیزی که اول من باید بهتون بگم این که بچه، درآمد شما بستگی به چند تا چیز داره. این که تو این کار چقدر شما سابقه دارین، یعنی رضایت های کارفرماتون چقدر رضایت کارفرما دارین. توی حالا پیج آنلاین شاپ و پیج دیگه میشه رضایت مشتری، ولی خب چقدر شما رضایت کارفرما دارین.
مهارتتون چقدر توی این کار، یه طراح حرفه‌ای هستین یا نه کارتون صرفا در حد هوش مصنوعیه و اگر کارفرما میرفت، حالا کارفرمایی که فقط یه عکس میخواد از لوگو، میرفت هوش مصنوعی میگفت، کار بهتری تحویل میگرفت. خب یه سری طراح هستن واقعا اینجوریه دیگه. حالا با اینکه هوش مصنوعی معتقدم نمیتونه جای طراح رو هیچ وقت بگیره، ولی خب هوش مصنوعی هستن که طراحی خوب انجام میدن. اگر که در این حد هستین، میتونین به نظرم روی خودتون کار کنین و فعلا وارد بازار کارش نشین، خودتون رو تقویت کنین و بعد از اون دیگه وارد بازار کار بشین. اول از هم گفتم که چقدر شما سابقه کار دارین، مهارت دارین توی کار. دومیش این بود که مهارتتون چقدر، کارهای خوب میتونین ارائه بدین یا نه. و سومیش این که حالا گفتم چه موضوع قبلی که چه کارهایی رو میتونین انجام بدین یا نه، چه چیزایی اون برند لازم داره. و مورد چهارم بچه‌ها یه چیز خیلی مهمه، خیلی خیلی مهم، یعنی شما اگر میخواین به صورت یک فریلنسر کار کنین، چیزی که خیلی مهمه اینه که توی اینستاگرام چقدر فالوور دارین، چقدر توی اینستاگرامتون فالوور دارین. این فالوور توی اینستاگرام برای یک کارفرما که میخواد کار رو بسپاره به شما، نشون دهنده یک برگ اعتماده، انگار که یه قرارداد دارین امضا میکنین. یعنی اگر این تعداد فالووراتون بالا باشه، تعداد پروژه‌ای که میگیرین هم بیشتره و کارفرما راحت‌تر میتونه بهتون اعتماد کنه. چراییشو؟ چون که به همون دلیلی که یه سری از ما وقتی که از یه آنلاین شاپ میخوایم خرید کنیم، اگر که تعداد فالووراش بالا باشه، راحت‌تر میتونیم اعتماد کنیم بهشون و به همین دلیل کارفرما هم به فالوورهای ما خیلی بیشتر دقت میکنه، بعد میره سراغ نمونه کارها. و سعی کنین که پیجتون رو حتما تعداد فالوورها رو ارتقا بدین. و اگر که دوست داشتین میتونم یه ویدیو راجبش براتون بذارم، حتما توی کامنت ها بهم بگین اگر که دوست داشتین که راجب اونم براتون یه ویدیو ضبط کنم و آپلود کنم. و خب چیزی که حالا یه چیز دیگه هم بگم، توی لینکدین هم حتما حساب بسازین و توی حالا ویدیو خیلی داره طولانی میشه راجب اینم، اگه خواستین براتون ویدیو میذارم، ولی خب چون توی لینکدین خودم هنوز نتونستم پروژه‌ای بگیرم، ترجیح میدم که راجبش صحبت نکنم و هر موقع که تجربه‌ام به اندازه کافی شد بیام براتون به اشتراک بذارم راجبش. فعلا توی یوتیوب ویدیوهای مفیدتری هست راجبش و میتونید اونا رو ببینید. خب مورد آخر، طور که گفتم مشخص نیست، ولی خب معمولا طراحای لوگو برای هر پروژه از 5 میلیون به بالا میگیرن. از 5 میلیون به بالا طراحای حرفه‌ای از 5 میلیون به بالا میگیرن. خب یعنی شما اگر یه کار خیلی یه پروژه خیلی ساده، یعنی پایین قیمت بخواین بگیریم، میشه 5 میلیون تومان. یعنی اگر در ماه یک پروژه بگیرین میشه 5 میلیون، اگر در ماه 10 پروژه این مدلی بگیرین میشه 50 میلیون. ولی خب روند پروژه گرفتن کم سخت دیگه، یه سال 2 سال اول چوب خوری خودشو داره و شما باید تلاش کنی پیجتو بکشی بالا، خودتو بهتر نشون بدی به کارفرما که بتونی این پروژه بگیری. و روند درآمدزاییش هم خیلی سریع نیست که حالا بگم سریع یه بشکن زدن شما به درآمد میرسی، نه اینجوری نیست. گاهی وقتا شما یه پروژه میگیری میره تا مثلا 3-4 ماه بعد، روند درآمدش اینجوریه. ولی خب وقتی که شما حرفه‌ای بشی، دیده بشی، پیجت بره بالا دیگه، خب میتونم بگم که پروژه های زیادی رو میگیری و درآمدت قطعا از 10 میلیون تومان 15 میلیون تومان بیشتر میشه. و کسایی که الان طراحایی که فالوورهای بالایی دارن و نمونه کارهای خوبی دارن، پروژه های خودشونو دارن، الان هر کدوم مثلا میتونم بگم ماهی 20 میلیون 30 میلیون حتی به بالا درآمد دارن، یا حتی خیلی بیشتر، چون که خب پروژه زیاد دارن و برای هر پروژه هم حداقل دارن 7 میلیون حرفه‌ای، 7 میلیون 8 میلیون یا مثلا از 5 میلیون تا 10 میلیون حداقلشونه. و خب شما برای یه پروژه 10 میلیون بگیری، حرفه‌ای بشی، برای یه پروژه 10 میلیون بگیری، توی ماه 3 تا 4 تا 5 تا پروژه بگیری، در ماه مثلا 50 60 70. ولی خب میگم شما باید حرفه‌ای باشی. اگر که یک طراح تازه کار هستی، فعلا روی خودت کار کن، سعی کن پیج بزن و پیجتو ارتقا بدی و بعد از اون که حرفه‌ای شدی، پیجت ارتقا پیدا کرد، میتونی روی درآمد خوبش، یعنی میتونی به اون درآمد خوبه دست پیدا کنی. فعلا درآمدش به عنوان یه طراح تازه کار از مثلا 2 میلیون بخواین مثلا چیز کنیم، پروژه 2 میلیون به نظرم منطقیه.
برای حالا طراحی لوگو. اینم از این. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. نظرتون حتما برام توی کامنت ها بگین. اگر که راجع به ارتقاء پیج و چیزایی که توی ویدیو گفتم میخواین که براتون توضیح بدم یعنی یه ویدیو جدید بسازم، حتما توی کامنت ها بهم بگین. ممنون که ویدیو منو تا انتها تماشا کردین. امیدوارم که لذت برده باشین.